امروز قراره 24 ساعت با هم دیگه رو تخت باشیم. تو مهمون هم داریم. متینو بسم الله الرحمن الرحیم. کل این روزا قراره با هم دیگه بگذاریم. برنامه‌اش خیلی نزدیک. ولی بوسه نه صادق آروم باشه. چی میگه؟ داشت اینا کاری میخوره بعد داره صحبت چی گفت؟ نفهم یه بعد داره صحبت آقا این ویدیو رو مردم برو عقب‌تر بگیر. زشته. بذار قوانین رو بهتون بگیم. هیچکی کامل نمیتونه بیاد بیرون. یعنی اصلا اگه بخوام لباسی برداریم، وسیله‌ای برداریم، یه تیکه هست. هر جای بدنمون باید به تخت گرفته باشه. خواستیم بریم دستشویی چی؟ دستشویی نداریم، داشت بوشی. چی کار می‌کنید؟ من دستام اینجا هیچ فکر کنم داشت ولی کار برام میده. من داداش من پاهم درازه اشکی گرمم شد. آره منم گرمم. آخه کی گفت 3 نفری بخوابیم؟ من خوابیده بودم شما دوتا خوابیدید. یا بالا 5 برنده 5 شما داره. برنده 5 میگیره. من نمیتونی شروع هل بدم پایین؟ آره میتونی. نه میتونی هم دیگر هم حذف کنی؟ آره دیگه. آره چالشه دیگه وقتی بحث پول میاد وسط با سود داور وسط کار آغاز میشه. دوکشی در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن. ابی تلور در تلاش هست اون حرکت بدن خودش به اجرا بذاره و بتونه دیگری خودش به اجرا بذاره و یه جور باره دیگه اومده تا اینکه بتونه ابی تلور امریکایی رو جادوگر دنیای کشتی رو بتونه شکست بده. بازیگیری های ناب ایرانی این هم آقای پژمان درستکار. آقا میخوان قانون اونو رو بهتون بگیم بیا یزید دهن اونو سرویس کن. ما داریم ویدیو میگیریم 24 ساعت زندگی رو تخت. کجایی میخوای اینجا؟ چالشه هر کیو حذف کنید 2 تومن برنده میشید. بسم الله. چقدر سریع اومدی. میام بالا پای منتظر بودی زنگ گذاره اومدی. چقدر گفتی؟ چقدر منتظر بودی؟ داداش فقط زوری نیست. چالشه فکر نکنم متوجه شده باشی. یعنی الان شما پاتونی پایین هم بخور. نه کلا میافتیم بیرون. پا این انگشت این اوکی. بنداز نکن مامتی نکن این حساب نیست. چرا حساب نیست؟ تو اون همه کم میکنی حساب نیست. عبدالله تو ویدیو میخوایی. من میخوام سمت بزنم زودتر تمام شه. 6 سمت میذاری 6 آورده بزن سمت من بچن. خب 6 تو بنداز دیگه داری. 6 تو بنداز. این شما ایمن نو بیا نو تو نیستی که بردار. چرخ خوب چرا این ور تو بردار حواست نبود. بنداز بعد من نه یه تبک نه این بری بود. خب بعد تو من بودم. من اومدم سامی اومد الان چرخ بفرما. یعنی چی؟ بردار 4 تا بردار. تک کن. یعنی چی؟ خب یکی رنگ برگاه شما. رنگ تو باید نشون بدی. یکی رو خواهی رنگ تو ببین. همه نشون میدن. به تو رو نیدم به خودش. همه نشون نه به خودش. واسه همه رو میتونه ببینه. نه قرمزی. من چه رنگی؟ من بگو قرمز. بگو قرمز بگو. آبی. آبی. خب حیفه عجب بوسینه ای هستی خدا وکیلی. میخوره گوشی رو بذار کنار. بیا بخورم. بیا اینجا غذا میدم بهتون. بیا همینم بریم و قرار بیا من یه داری به ماهی غذا میدی. عجب باش کتفم ندارم. چه تا بشی با هر که اولین نفر بده غذا بیشتری بهش میدم. چرا میدی؟ غذا بیشتری بهش میدم. چرا؟ گوشنه در این حرفای بابا. کمترش کن 40 تا زیاد. 40 تا 30 تا اما هر کی آخرین نفر رو میگه چالش میدم. یه هر کی میخواد سریع‌تر میتونه شروع کنه. داشتی باشه اینجوری هم انتظاره دیگه نمیرسی.
نه کاره بیرم عشق چند تا داری حرام فقط دارم نه میگم تا اینجا نرید پایین تا اینجا نرید غذا نمیخورید آقا به شما ربطی نداره من اینجا نشستم تو اینجا بکن اصلا تو اینجوری پنجا یه پای با تا غذا نمیخورید آقای درگاه نشدشم سی طرف داور ایشون چهار سران در اومد شما این غذا رو قابلمه رو میگیرید هر کی بیادبی کرد بهش اصلا غذا نده گفتم داستان رو تا آخر نخ کرده خوبش کن بخورید همونم از سر تو زیاد بیا میخوری؟ بازم من به فکر بودم دیدی؟ هوای نشو ولی من اولین نفر بهت گفتم من خوردم اومدم اینجا اومده این بخوریم دادم بچه ماشاءالله همه گوشتشون بود ما بریم غذا رو بخوریم برمیگردیم غذا خوردید الان وقته بعد غذا چی میچسبه؟ اما خب مشکلی که خواب نداری چرا قرآن این چلاوارا خاموش مشکلی که خواب نداری یه دونه رو خاموش کن اینجا خسته شد با دموکراسی حلش کنید بیاید بیرون یکیتون چیکار کنید؟ چرا اون رو من که بیرون نمیرم تکلیف من که معلومه خب من جلوترم این خورد تو پای من خود سرش به پای من نکن باشو حداقل اون منو بزن این خورد تو پای من چیزی این خورد من خوردم که آخرش سرش خورد من من نمیبازم چجوری ببرم؟ بیا بیرون دیگه بیا بیرون برو به داری میبازی یا 5 شماره نمیگیری؟ بیرید بیرون یا که من این دارم با زبون خوش میگم آقا ما تلکو میدازیم ما تلکو بندازید تبلغ نمیزنم واسود داور وسط کار آغاز میشه دوکشی در سرشاخ روی دست هم دیگه کار میکنن دیوید تیلور در تلاش هست اون حرکت بدن خودش به اجرا بذاره و بتونه دیگری خودش به اجرا بذاره که حالا یک کار کردن دستشویی بر خودش پیش میاد اهمیت کار نبود که میگه یه طور ازم نمیکنه فقط به داور گفت که یه مکس کنه زیر پای مونده کامران قاسم پور هنرمندانه گفتن اختلاف بندازه حکومت بندازید بیرون هنرمندانه تو سر گردن دیوید تیلور کار میکنه و سعی میکنه با قوت کردن تا دل دیوید تیلور رو به هم بزنه دیوید تیلوری که تو سبکای مختلف کشتی تو زیرگیری تو دفاع تو حمله توانمندی بالایی داره پرواز و انفجاری هست و هم در حمله توانمنده هم در یه قوس جانانه و موفق میشه بزنه تمرکز فکرشو با این روز کردن و با این تکون دادن و اصطلاحاً به هم میزنه تذکر داده میشه به دیوید تیلور یه قوس یکی دو قوس کرد اما یه قوسش به شکلی بود که تعریف دیگه زانو اومد رو تفنگ و این میتونه بسیار اهمیت داشته باشه و دیوید تیلور بدونه که داره با کامران قاسم پور که از بهترین زیرگیری های دنیا داره کشتی بازم در سرشاخ کار میکنه و سعی میکنه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه کشورمون حسن یزدانی هم در مسابقات اسلو این کشتی رو شکست داد و برد باقی داشته حالا یه جور باره دیگه اومده تا اینکه آهی زدی تو صورتم بازیگیری های ناب ایرانی این هم آقای پژمان درستکار سرمربی تیم کشورمون خب کلش چیه یه اوزی الان میندازه که دم ایران بیرون نمیره اینو در من دندوناش گرفته در آخر شیمون همونجا بسید شما تو یه بار ازشم باید ویدیو چک کنم ببینم سامی
آقا با ویدیو چکی که داشتیم معلوم شد یه نفر از شده. سمت من نمیاد. به من چیکار داری؟ برو اون شو بیرون دیگه. تو قطع شدی. من به متی رو دیگه نداری. تو رفیقی؟ کجات رفیقه؟ اشکان به عنوان داور چک کرد، نگاه کرد، دیدش تو داوری؟ اینم بگم اشکان با ورودش چالش رو کلا عوض کرد. ما قرار بود 24 ساعت تخت بگیریم. اشکان اومد هم خودش الان خیلی بار توتونت شد، هم شاید ویدیو زودتر تمام شه. پس به ما دیگه ایراد نگیرید. از این به بعد چالش اینه که هر کی رو تخت بتونه بمونه. من و تو توی تیم، این دوتا توی تیم اسفامیلی بازی میکنم. چی گیره من میاد؟ حالا با هم صحبت کنیم بعدا. بازی میکنیم اشتی از الان مبهی. چرا فکر کردی شاید باید قبول کنیم؟ خب ما قبول میکنیم. ما قبول میکنیم. دست سوالمون اینجا بسته است. کیایی دو سپیده جانم کیایی دو سپیده جانم جاده تهرونه دو سپیده جانم خانم پشت فرمونه دو سپیده جانم شنیسونه بار بزنن سپیده جانم آچاقچی المار بزنن سپیده جانم. بعد جنگی که اتفاق افتاد بالاخره صلح کردیم. خدای ما قرارمون شد اسفامیلمون رو بازی کنیم چون کشته داشت میداد واقعا دیگه خیلی بد بود. خب من و سامی 2 به 2 یاریم، اون دوتا هم با هم دیگه اونا که تیم حذف شدگانن اصلا هیچ. ما برنده ایم با اینا رو ببریم به بازی بعد چالشیم تیم برنده ژ برو. کیایی دو سپیده جانم کیایی دارم گوش میکنم ما چی نوشتی؟ حیوان نوشتی؟ نداری حیوان ژه نداریم واقعا. خب بنویس اشکان بنویسم کیایی دو سپیده جانم. یک تموم آقا بیا واسه تایم تموم شد. بیا پرت ننوشته باشید. سه تا نبود خدا. شما چرت و پرت نوشتید. نه خدایی چرت و پرت داشتیم اجازه ندیم ما. باشه خودکار بذار وسط. آقا وسط دیگه من یه دونه حیوان نداشتم فقط. اس ژاله. ژاله. 5 ژاله چی داره؟ فامیلی ژاکلینی. ژاکلین ببین، داره از ساخته پنجره به تو ربطی نداره. فوش دادن. اولیه خوب بود دومی ژاله‌ای. این نیست داداش این غذا این زر نزن هر این چیز. با چی نوشتی؟ فامیلی ژوله. راست میگه. غذا چی ژوله نوشتی؟ واقعا قشنگ بود. غذا چی نوشتی؟ ژامبون. ژامبون مرغ باید معلوم ژامبون کنیم. مرغ. صفر. نمیری به حیوان نداشتم. نصر رنگ ژبی. بارا خفه شو دیگه احمق. بابا رنگ ژبی نشی. بده 5 میدن داداش آقا جوهر استفاده شده اینجا. خواست نکنی اسراف هم کردی. یک بدم. نه صفر بده اعضای بدن اعضای بدن ژالای. اینو دیگه بزن اینترنت بیاره. ژالای بزن اینترنت بیاره. چرت میگی اشکان صفر بده. آها ببین پلشت گوشی رو برداشت سرچ کرد با ژ فکر کردی من اسکول سرچ کرده بود که واسمون این نبود. شهر کشور از من جدی نداریم. شهر کشور ژاپن. ژاپن 10 دیگه چرا 10 5 ماشین ژیان 5 من اول گفتم اشیا ژیلت پسر شما چند تا رو ما تو یه کلمه بگو ما ب استاپ چی نوشتی؟ با هم دیگه جوش خوردی. من یه چیز دیگه گفتم باسن. نیازی بابا چرا من گفتم یه خندیدی نوشتی؟ نه یهو یادم اومد. آقا بیا وسط بهرام بنیامین 10 بهرامی حتما بهرامیان دیگه بیا اینم قبول نکن چند سال واقعا بهرامی رفیقم اصلا دارم. خب
شما چی نوشتی؟ بنیامین. اینا دیگه همه میشه. بنیامینی داری. ببین بزن همین الان تو اینترنت عمری قبول نمیکنه. بزن تو اینستا اگه بالا شهرامی یعنی نداریم، بنیامینی داریم. غذا بریونی چی نوشتی؟ بریونی غذای اصفهان گوهر خود ناجی. بریونی مرغ. اصالت اصفهان غذای بریونیه. بریونی به عنوان دسر استفاده. بابا گوه نوشتی خب. بهپلو غذا. جدی با بزرگ من بهپلو درست میکنه. چه گوه. آخ وای آره یه احمد مثل تو تازه اصفهانی هم هست. بهپلو اصفهانی. مگه دوری من اشیاء اشیا تنظیم خدای هست بوگیر حاجی بوگیر بوم به ما مسخره میکنی شما خیلی برده شما بوگیره. خب آقا 20 سوالی رو انتخاب کردید. من 4 تا کاتگوری بهتون میگم. کاتگوری خودمون. شما یکیشو باید با هم به یه نتیجه برسید انتخاب کنید. فوتبال نه. من کاتگوری ها رو گفتم نه اون خب چیه خب همینا رو باید صبر کنید. شما یکی در میون سوال میپرسید. یک سوال. هر کی سریعتر برسه حدس بزنیم کلمه چیه؟ حدس کلمه است دیگه. نه باید کلمه رو اجرا کنید. خیلی بامزه. خیلی بی‌نمک بود. آخه 20 سوالی بعد کلمه رو حدس بزنید دیگه چی میپرسی؟ حدس کلمه است دیگه. آقا جداگونه می‌ریم. 1 دقیقه تایم داریم. آقا شما تعیین نمی‌کنید. شما اینجا من تعیین می‌کنم. آخه داری چرت و پرت. من تعیین دارم می‌کنم. یکیشو با هم به نتیجه میرسید. یکیش با هم نمیشه آخه نتیجه نمیرسه. هر کی 3 شده. هر کی 3 شد. 3 خیلی زیاده. 2 کلماتون رو مشخص کنید بگید. چمن آنفیلد. این مگه برنامه تلویزیونیه؟ نه برنامه تلویزیونی این بعد الان فوتباله. الان فوتباله؟ سوش مربیه؟ جزء از اتفاقات تو فوتباله؟ خیر. بیش برنامه است. خیر. تو زمین فوتبال میبینی؟ بله. نقطه کورنره؟ خیر. بیش نزدی. پرچم کورنره؟ خیر. بیش جیدام. داداش اصل فوتبال رو مونه میدونید چی میگم به؟ پاسکاری؟ خیر. نه هافبک. نه شما منظورش جا تیکی تاکا؟ نه فوتبال روی اون انجام میشه میدونی؟ بیش چمن. چمن مصنوعی؟ بیش زمین چمن. بیش چمن استادیوم آزادی. ببین نگاه کن داری سمت و سوش میگه اما دوری. بیش چمن آزادی. چمن برنابو. نه بیش چمن سانتیاگو. نه اسپانیاس. نه بیش انگلیس. بله. انگلیس آلین کارنانه. مالا کجا راست میگه. بیش اتحاد؟ چمن اتحاد؟ نه. چمن خب من نمیشناسم. چمن لیورپوله؟ لیورپوله. واسه لیورپوله بذار بیش یادم نمیاد. لیورپول یادم نمیاد. چمن آنفیلد. من زودتر گفتم یس. برای بخش دوم برنامه تلویزیونی. اسم سریاله؟ نه ایرانی یا خارجی؟ ایرانی. مربوط به کودک و نوجوان میشه. بله. خاله شادونه. بیش خاله شادونه. نه. بیش انفورنگ؟ بیش فتیله. نه. بیش لاک پشتای نینجا. نه. بیش جم جونیور بوده. نه. برنامه تلویزیونی ایرانی بوده. برنامه تلویزیونی بوده. برنامه تلویزیونی خب برای کودک و نوجوان بوده و ایرانی بوده. بعد شبکه 2 پخش نشده. نه. مگه میشه؟ چی بوده؟ شبکه بیش خاله نرگس. نه. رنگین کمان. بیش رنگین کمان. اصلا داشتم چی فکر می‌کردم من؟ بعدش چیه؟
آقا کلمه رو آقا شما میتونه یه رسم گوش رو ببینید. ببین من روی این خانم کراشم. منم متاسفم. خیلی دوست دارم حدس بزنیم. بیش بازیگر زنه؟ بله. بیش ترکیه‌ایه؟ خیلی. بیش ایرانیه؟ خیلی. بیش خارجیه؟ بیش آنادارماس؟ اصلا چشا رو دیدم داره برم میزنه. این معلومه آنادارماس. من باختم 5 تومن بردش نوش جونش. دو 2 تومن اشکان برد. خاک تو چی بردی؟ تو چی بردی؟ تو چی بردی؟ عزت و احترام. عزت و احترام. گم شو عزت و احترام. گم شو عزت کمرو گم شو بعد پایین. گم شو بعد پایین. من اومدم بخوابونم. خیلی بد. مواظبت کنید زیاد آب ماب نخورید که خب براتون نمیتونم کسی اصلا دست خودم نساخه. کیف من چه خب من جلوترم. این خورد تو پای من. به خدا سرش به پای من نکن. کی رو خواستی بزنی؟ اینو بگی کی رو خواستی بزنی؟ اول دست دارم. دست. بدون شاید بدون شاید بازی ها عوض کردید داداش. بدون شاید همه یکی دارم باشه